یه زن موفق به واسطه استایلش موفق نمیشه. یه زن به واسطه زیبایی‌هاش موفق نمیشه. یه زن موفق برای اون کاری که انجام میده موفق میشه. به واسطه چالش‌هایی که براش به وجود میاد و پشت سر میذاره موفق میشه. یه جاهایی خسته میشی، یه جاهایی میبری، یه جاهایی دوست داری داد بزنی، یه جاهایی خستگی انقدر بهت فشار میاره که دیگه نمیخوای ادامه بدی، ولی باز باید یه کاری کنی، حال خودتو خوب کنی و ریکاوری کنی خودتو و دوباره بلند شی. من چالش رو خیلی دوست دارم. چالش خیلی خوبه، چون که تو زندگی من تجربه هایی رو چالش ها به من دادن که خیلی برام خوب بوده. یه زن موفق زنیه که هدف کاری داره. باید استقامت کنی تا به هدفت برسی. یه زن موفق زنیه که چالش ها براش دردناک نیست. چالش ها براش بازی زندگیه.